فدراسیای روسیه. فدراسیای روسیه بزرگترین کشور دنیا به حساب می رود که آن 17 میلیون کیلومتر به حساب می رود. درباره تاریخ این کشور گوییم در دوره‌های گوناگون تاریخی همچون یک امپرای بزرگ در منطقه و جهان آن وقت به حساب می رفت. فدراسیای روسیه سال 1991 پس از برهم خوردن اتحاد شوروی تأسیس می یابد. این کشور زیاده از 150 میلیون اهالی داشته با 14 کشور هممرز است. مرزهای آبی و خشکی آن 60,000 کیلومتر را در بر می گیرند. روسیه بزرگترین مرزها را در خشکی با قزاقستان و چین دارد. این کشور بزرگ جهان 85 واحد فدرالی دارد. واحد پولی این کشور روبل بوده، پایتختش شهر مسکو است. در داخل روسیه جمهوری های گوناگون خود مختار هستند. آنها همچون یک کشور صاحب استقلال شناخته نشدند. روسیه با این بزرگیش دارای فرهنگ های گوناگون است.